سلام دوستان، به کانال اکوتالکین خوش اومدید. چقدر لذت بخشه که بعد تقریباً 2 سال بالاخره به دنیای حلقه ها برگشتیم. 8 شهریور افتتاحیه جالبی داشتیم و 3 قسمت اول فصل دوم حلقه های قدرت به صورت همزمان پخش شد. تک تک قسمت ها رو قرار بررسی کنیم، پس بهتره وقت رو بیشتر از این هدر ندیم و بریم سر اصل مطلب. در اولین صحنه به ما گذشته رو نشون دادن. در قلعه فرودویس یا همون سرزمین‌های شمالی دور اورکی رو دیدیم که داره یک تاج شیطانی رو حمل میکنه. خب ما میدونیم که قلعه‌های ملکور یا مورگاث، اولین لرد تاریکی، همیشه در بخش‌های شمالی سرزمین میانه بود و این قلعه هم یکی از مناطق تحت حکمرانی اون بود. این قلعه دقیقاً آخرین حضور ساورون با ظاهر قبلیشه. در فصل قبل همراهان گالادریل تو همین قلعه متروکه از دستور گالادریل اطاعت نکردن و همراه با گالادریل برگشتن به لیندون. اینجا میبینیم که سارون میگه که وقتی سایه شکست میخوره شکل جدیدی میگیره و دوباره رشد میکنه. اون خودشو جانشین مورگاث معرفی میکنه. سارون میگه که دنبال نوع جدیدی از قدرته، در واقع نه قدرت جسمی بلکه قدرت بر جسم، نیروی از دنیایی که دیده نمیشه. این کلمات آشناست. در فصل 1 ادار به گالادریل دقیقاً همین جملات رو گفت. سریال داره زمینه سازی میکنه. در واقع این دنیا ارتباطی با جادوی حلقه‌ای که سارون میسازه داره، چون دنیایی که دیده نمیشه دقیقاً جاییه که روزی نزغول‌ها قراره در اونجا عمدتاً وجود داشته باشن. یه جمله سارون که خیلی به مذاق اورکا خوش نمیاد اینه که میگه خیلی از اورکا در راه فتح سرزمین میانه خواهند مرد. همین حرف یکی از عوامل شورش اورکا علیهش میشه. خب اینجا احتمالاً شما هم متوجه یک تناقض کوچیک با فصل قبلی شدید. تو فصل 1 در قسمت اول گالادریل به ما میگه که اورکا در هر گوشه‌ای از سرزمین میانه پخش شدن تحت فرماندهی وفادارترین خدمتکار مورگاث یعنی ساورون. اینجا میبینیم که سارون تو فرم کامل و ترسناک و شیطانی خودشه، در واقع معروف ترین ظاهرش. اما اینجا با ظاهری بود که خیلی از اورکا حتی اونو انگار نمیشناختن و از سارون که بسیار مکار و زرنگ بعیده که فکر اینجاشو نکرده باشیم. شاید همین هم باعث پیروی نکردن اورکا از اون شد. دیدیم که ادار طوری رفتار میکنه که انگار میخواد تاج رو روی سر سارون قرار بده، ولی تاج رو برعکس میکنه، به سارون ضربه میزنه و اورکا هم بهش میپیوندن و در نهایت فکر میکنن که سارون رو کشتن. اما غافل از این که سارون یک مایاست و با نابودی جسم فیزیکیش روحش باقی میمونه و اصلا نمیتونه کشته شه. حتی در فیلم های ارباب حلقه ها هم سارون اصلا کشته نشد، در واقع فقط انقدر ضعیف شد که دیگه توانایی تبدیل کردن خودشو نداشت. تو این صحنه هم دیدیم که سارون از این بدن سلاخی شده بیرون میاد. انقدر این موجود پلیده که باعث میشه کل قلعه و سرزمین‌های اطرافش به مکان‌های یخی تبدیل شن و انرژی خیلی زیادی رو مصرف میکنه. ادار رهبری اورکا رو به عهده میگیره. بعد در این صحنه میبینیم که این خون سیاه از شکاف‌های کف جاری میشه. در کتاب‌های مرجع ما می‌بینیم که سارون زمان قابل توجهی برای بازپسگیری فرم فیزیکی خودش نیاز داره و هر بار که این اتفاق میفته بیشتر طول میکشه خودش رو بازسازی کنه، که خب خیلی تاریخ رو فشرده کردن و اشاره‌ای به این موضوع نشد. در ادامه دیدیم که به یک فرد حمله میکنه و این بهش اجازه میده دوباره فرم انسانی بگیره. سارون به تعدادی پناهنده که به دلیل حملات اورکا آواره شده بودن برخورد میکنه و یک گفتگوی کوچیک با یک پیرمرد داره و اینجا ما میفهمیم که این گردنبندی که هالبرند در طول فصل 1 حمله میکرد برای این فرده که یکی از نوادگان خدمتکاران پادشاهان سرزمین‌های جنوبیه. یکی از جالبترین صحنه‌های این قسمت اینجا بود که میبینیم سارون تسلطی بر این موجود وحشتناک دریا داره و یه جورایی بهش دستور میده که بهش حمله نکنه. خب یک نتیجه گیری فوق‌العاده میتونیم داشته باشیم، اونم اینه که تو فصل 1 سارون به نوعی این موجود رو احضار کرد تا باقی افراد کشته بشن و با گالادریل هم مسیر شه. قراره تک تک قسمت‌های این فصل رو بررسی کنیم، پس اگه دوست داشتید میتونید الان سابسکرایب کنید. در موردور میبینیم که سارون رفته و خودش رو به اورکا سپرده. اینجا ادار رو در رو با سارون میبینیم که البته خود ادار نمیدونه که اون سارونه. خب اینجا نقشه سارون به صورت کلی به جون هم انداختن الف‌ها و اورک‌های اداره و خط داستانی گالادریل و الروند. گالادریل رو میبینیم که به شدت الروند رو دنبال میکنه و سعی میکنه حلقه ها رو ازش بگیره.
توجه نکردن به جزئیات یکی از ویژگی‌های آزاردهنده این سریاله. ببینید از ارگیان تا لیندون حدوداً 1000 کیلومتر راهه، ولی اصلاً در خط داستانی انگار توجهی به این موضوع نمیشه. در واقع اینجا این دو الف بعد طی کردن این مسافت به مقصد میرسن که البته الروند زودتر میرسه. اینجا پیش گیلگالاد پادشاه الفا بالاخره گالادریل فاش میکنه که هالبرند در واقع سارون بوده. الروند اینجا میگه که تو به خاطر غرور خودت کور شده بودی و سارون رو نمیدیدی، که البته حرف خیلی منطقی و کاملا درستیه. گالادریل به الروند میگه که تو در کازادوم شکست خوردی، که البته تکنیک مغلطه توسل به عمل متقابل خیلی خوبی نبود. آخه نگرفتن یک سنگ از یک پادشاه کجا و کمک به قدرت گرفتن و بازگشت تاریکی کجا؟ گیلگالاد معتقده که الف‌ها برای نجات کل سرزمین میانه باید از حلقه‌ها استفاده کنن، چون اگه الف‌ها درخت رو درمان نکنن باید از سرزمین میانه برن، که یعنی رها کردن انسان‌ها و دورف‌ها و نابودی اونا توسط سارون. خب اینجا الف‌ها تو وضعیت خیلی جالبی قرار گرفتن. این سه حلقه با دخالت مستقیم سارون ساخته نشدن، ولی با روش‌هایی که کلبریمبور از آناتار یا سارون یاد گرفته ساخته شدن. اینجا نتیجه میگیریم که چون حلقه ها با همون هنر سارون ساخته شدن، تحت کنترل حلقه یگانه خواهند بود. پس در نهایت وقتی سارون حلقه فرمانروایی خودش رو میسازه، الفا دیگه نمیتونن از سه حلقه‌شون استفاده کنن. خب طبیعیه، چون هیچ کس دوست نداره تبدیل به یک سوار تاریکی شه، مگه اینکه طمعش اونو به نابودی بکشونه. الروند به گیلگالاد میگه که به دست کردن حلقه ها ممکنه راهی باشه برای قدرت گرفتن سارون، که خب این نگرانی به نظر منطقی میاد. کسی به حرفش گوش نمیده و الروند از صخره به آبهای پایین میپره. این کار الروند شبیه حرکت معروفی بود که مادرش انجام داد. الوینگ که یکی از سیلماریل ها یا میشه گفت اشیای گرانبهای درد سرساز عصر اول رو در اختیار داشت، از یک پرتگاه به دریا میپره تا دستگیر نشه. در بندرگاه‌های خاکستری که ما نقطه اوج اونو در فیلم‌های ارباب حلقه ها دیدیم، یه شخصیت بزرگ و مهم وارد میشه. اون شخص کسی نیست جز کیردان کشتیساز که داره بقیه الفا رو توی ساختن کشتیاشون راهنمایی میکنه. بدون شک اونایی که با فیلم‌ها و سریال‌ها آشنا هستن متوجه میشن که کیردان یک تفاوتی داره با بقیه الفا. درسته، در واقع اون ریش داره. کلاً در تاریخ سرزمین میانه 2 الف بودن که ریش داشتن که کیردان یکی از اوناست. اون خیلی سن زیادی داره و شخصیت خیلی دوست داشتنی و جالبی هم داره که حالا در ادامه فصل 2 کاملا متوجه این موضوع خواهیم شد. گیلگالاد بین صحبتاش با گالادریل اسم یک منطقه رو میاره، یعنی اتنمورس، که یک منطقه کوهستانی در شمال ریوندل، البته در آینده تبدیل به اون شهر میشه. گالادریل میاد و میبینه که این الف قبلا با حلقه ها به دریا رفته تا اونا رو توی یک شکاف عمیق زیر آب بندازه. در واقع این شکاف با نابودی بلریاند توی جنگ خشم که عصر اول رو تموم کرد ساخته شده. بلریاند یک منطقه وسیع در شمال غربی سرزمین میانه در دوران اول بود. جنگ خشم در پایان دوران اول بجز لیندون و چند قلمرو جزیره‌ای باعث نابودی کل قاره شد و باعث شد که درون دریا فرو بره. و بریم خواب کوتاه غریبه رو بیشتر بررسی کنیم که یک چوب دستی رو پیدا میکنه و وقتی به اون دست میزنه چندین ویژن سریع و مختلف میبینه که البته همه اینا توی قسمت 2 هستن. اول ماگما توی کوه نابودی یا ماونت دوم، بعدش یک جادوگر در شرق، دست هایی که با چاقو بریده میشن و خودش و نوری توی یک طوفان گرد و غبار. در بین صحبتاش با نوری غریبه درباره خونش که نمیتونه به یاد بیاره صحبت میکنه. میگه درست اون طرف غروبه. اون قطعاً داره درباره والینور صحبت میکنه، چون غروب در دنیای تالکین مثل دنیای ما توی غربه. در واقع هر چیزی که داره مبهم حس میکنه و کاملاً به یاد نمیاره قطعاً والینوره، جایی که جادوگران از اونجا اومدن. کمی جلوتر پاپی هم به اونا ملحق میشه و اونا متوجه میشن که یه سری افراد دارن اونا رو تعقیب میکنن. یکی از اونا وقتی سوار اسبش میشه یک نماد میبینیم که خیلی شبیه یک چشمه. بدون شک این تئوریایی رو به وجود میاره که این چشم سارون. در آخر این قسمت هم میبینیم که سارون به ارگیان برگشته و این قسمت با این سوال تموم میشه که آیا کلبریمبور بهش اجازه ورود میده یا نه. خب دوستان، اگه ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که اونو لایک کنید و تا ویدیوی بعد بدرود.